بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، ابو اسحاق البیری رحمت الله علیه در منظومه آداب خود در بیت 50 میگویند که ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. تو آفریده نشدی تا اینکه این دنیا را آباد کنی، تو آفریده شدی تا اینکه این دنیا را گذری. یعنی این معنای آن را ندارد که در دنیا آبادکاری نادرست است، بلکه گفتند که مقصود اساسی آفرینش آباد کردن زمین نیست. زمین اصلا خرابه هست. زینت دنیا این المال و البنون. المال و البنون زینت الحیات الدنیا. الله تعالی میگوید که مال و فرزندها، علال خصوص پسرها، زینت این حیات دنیا. ما گفتیم که کلمه زینت در کجایی که استفاده شد دلالت میکند که اون اصلا صاحب جمال نیست. دنیا خرابه هست. حالی ببینید چقدر زمین های هست که قدم انسانیت نرسیده است، یعنی خرابه، یعنی جای ناآباد. وقتی که مال باشد و انسان ها باشد، بعد آنجاها آباد میشد. تو به این دنیا با مقصد همین زمین آباد کردن آفریده نشدی. یعنی الله تعالی نگفته است که من شما را آفریدم تا اینکه همین زمین آباد کنید، از خرابزار به بوستان تبدیل دهید، نگفته است. برای اینکه این زمین روز می آید که برهم میخورد. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. روز قیامت روزی است که این زمین به دیگر زمین تبدیل داده می شود. این زمین نیست و نابود می شود. یعنی الله تعالی به مقصد آفرینش خلق این نبود که دنیا را آباد کنید، بله آبادی در داخل چارچوبه های قانون شریعت اجازت هست، ولیکن خوب بدان که مقصود اساسی تو این نیست. این دنیا یک مانند گذرگاه هست. گفتم این بیت در صحبت گذشته، در درس گذشته آخرین بیت بود که ترجمه و شرح گفتیم. بعد از آن مصنف رحمت الله علیه گفتن که و این هدمت فزیدها انت هدما و حسن امر دینک ما استطعت. این هدمت، اگر دنیای تو ویران شود، خراب شود، دنیای تو ناآمدی آید در آن، فزیدها انت هدما، تو ویرانی و زیادتر کن. گفتن یعنی بر بالای ویرانیش با زیادتر کن. مقصد وقتی که دنیا از تو روی گرداند، تو هم از دنیا روی گردان. و حسن امر دینی که مستطعت، تا میتوانی امر دینت را حسن یحسن و حسن گفتن گرده های قلعه ها بود پیشتر که با قلعه مردم خود را در حسن می گرفتن، پناهگاه. حسن و حسن امر دینی که مستطعت، تا میتوانی امر دینت را احاطه کن، محاصره کن که آن چیزهایی که دینی تو را ویران میکنند، آن چیزها به دیوال حسنی تو را گذشته نتواند. یعنی اگر رفت و دنیا از تو روی گرداند، تو به دین روی بیار، دنیا انشاءالله خود می آید. در مجموع الفتاوا شیخ الاسلام رحمت الله علیه ذکر کردن سخن سفیان ابن عیینه را که می گفتن که کان العلماء فيما مضى یکتب بعضهم الى بعض بهؤلاء الكلمات. علما در زمانهای قدیم به همدیگر چنین مکتوب می نوشتند: من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. کسی که نیتش را پاک کند، الله تعالی عملهایش را پاک میکند. یعنی کسی که قلبش را پاک کند، الله تعالی اعضاهای بدنش را از گناه نگاه می‌دارد. و من اصلح ما بینه و بین الله
اصلح الله ما بینه و بین الناس. کسی که بین خود و بین الله تعالی را اصلاح کند، الله تعالی بین او بین خلق را اصلاح میکند. و من عمل لآخرته کفاه الله امر دنیا. در آخرش گفتن که کسی که عمل لآخرته، برای آخرتش اگر عمل کند، کفاه الله امر دنیا، الله تعالی به امر دنیویش کفایتی میکند. و وعده های الله تعالی در قرآن بسیار است که بعضی آن را در درس گذشته گفتیم که کسی که اگر عملی صالح کند، الله تعالی برای او حیاتی طیبه، حیات خوش در این دنیا و در آخرت مکافات عظیم وعده کرده است. مصنف میگن که و این هدمت فزیدها انت هدما و حسن امر دینی که استطعت. اگر دنیا از تو روی گرداند، تو هم از او روی گردان. لیکن مهم این است که بر مسئله های دین اهمیت ده. هر سببی که دینی تو را خراب میگرداند، اون سبب های برطرف کن. هر چیزی که دینی تو را با قوت میگرداند، تو به آن اهمیت ده. مسئله غنی شاکر و فقیر صابر، کدام آنها بهتر است؟ مقصد یک کمبغلی که صبر میکند. فقیر است، به کمبغلی و درد ناداری و مصیبت فقر صبر میکند، لیکن دیگر اوامر شریعت را اجرا میکنه. یعنی یک شخص صالح است و یک شخص دیگر هم صالح است، لیکن او ثروتمند است، غنی است، بی حاجت است و او شاکر است، علاوه به این که آدمی بای هست و صالح است، آدمی شکر کننده هست. شکر چیست؟ شکر با زبان شکر گفتن، از این پیشتر با قلب نعمت را از الله تعالی دانستن. و ما بکم من نعمت فمن الله. شکر فقط با زبان گفتن نه، با قلب اساسش. و ما بکم من نعمت فمن الله. هر یک نعمتی که شما دارا هستید، دانید که از جانب الله هست. و نه به دانایی شما، نه بزرگی پدر و بابای شما، نه به سببی به غیرت بودن شما، همش از الله تعالی دانید. بعضی انسان ها شاید از سحری بر وقت تا نصف شب مهنت میکنند، لیکن از روزی که به وای رسیدین تا روزی وفاتشون کمبغل از دنیا گذشتن، با وجود اینقدر جد و جهد. بنابراین نعمت را از الله تعالی دانید. بعد با زبانتون به الله تعالی شکر گویید. بعد به مقتضای آن نعمت عمل کنید. یعنی نعمت اگر نعمت علم باشد، به آن علم عمل و به مردم تعلیم دادن. اگر نعمت مال باشد، وعی را در جایی که الله تعالی نگفته است یا اینکه من کرده صرف نکردن، در حرام کرده های الله تعالی صرف نکردن و در جایهایی که الله تعالی ترغیب کرده است، شوقمند کرده است. گفته است که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، که به الله تعالی قرض میدهد قرض حسنه، حتی با چنین صیغه های بزرگ الله تعالی صدقه کنید نگفتو، که به الله تعالی قرض حسنه میدهد، که الله تعالی قرض او را چندین مراتب اضافه کرده برمیگرداند. همه میداند که الله تعالی بای هست، همه میداند که الله سبحانه و تعالی به وعدهش خلاف نمیکنه. ان الله لا یخلف المیعاد. الله تعالی وقتی که برگ میگردانم گفت بر میگرداند. الله تعالی مردن ندارد که رفت و مثلا از بعض انسان های پولدار اگر پول دهید، احتمال است که آدمی که پول گرفت وفات کند، یعنی خوف هست. یا اینکه احتمال است که مفلس شود. مفلس چی؟ یعنی بانکرات، دیگه داده نمیتواند، بیچاره دادن میخواهد لیکن داده نمیتواند. این آدم وعده خلاف نمیشه. آدم پولی از یک آدم قرض گرفت و گفت که روزی دوشنبه میدهم، روزی دوشنبه داده نتونست، باوریش بود، وقتی که وعده داد فریب دادنی نبود، لیکن روزی دوشنبه وقتی که داده نتونست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی
فرمان نمیدهد مگر بیان قدرتش هست، با آن کاری که قدرت آدم هست. برای چی شریعت وقتی که مردم قرضدار شدند و قرض داده نتوانستند به بایها چی گفت؟ فنظیرتون الی میسره، شما مهلت دهید. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کدام آدمی که به شخصی که قرضدار هست و در وقتش دادن نتواند مهلت دهد، یک هفته، یک ماه، 2 ماه، 1 سال مهلت دهد، به وضعیت همون آدم نگاه کرده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه از جمله شخصیت های می شود که روز قیامت در زیر سایه الله تعالی قرار میگیرد. غیر از اون 7 نفر شخصیت هایی که روز قیامت در زیر سایه الله تعالی قرار میگیرد، باز دیگر شخصیت ها در دیگر حدیث ها علاهیده آمده است، فقط اون 7 نفر نه. با از جمله همین شخصی که به مردم قرض داده است و مهلت داده است، وقتی که دید است که همین آدم عینی حال ندارد، مهلت داده است. 1 هفته دیگه برای شما فرصت، 2 هفته فرصت، مهلت داده است. کسی که مهلت دهد، الله تعالی برای او وعده داده است که روز قیامت در زیر سایه عرش میشه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که یک آدم وفات کرد و وقتی که وفات کرد الله سبحانه و تعالی گفت که این بنده مرا عفو کردم، من این بنده را تجاوز کردم، یعنی عفو کردم گناهایش را. اول گفتن که این یک شخصیتی بود که اگر به نزدش بیایند کارمندانش، تاجرهایش میگفتن که فلانی قرضدار شد و داده نتوانست، مال را گرفت، به سرش فلان مشکلی آمد یا کساد تجارتش شد و داده نتوانست، گفت تجاوزوا عنه، از وی تجاوز کنید، یعنی وی بخشید، لعل الله ان یتجاوز عنی، شاید الله تعالی هم از من بخشد، روز قیامت از من تجاوز کند، همین خیلی بخشد. یعنی حدیث های زیاد برای چی آمده است؟ برای آن آمده است که و این کدام آدمی که اگر مثلا گوید که من در روزی دوشنبه پول میتیم گفت و در قرارت قلبش داده میتونستگی باشد، سببهای گرفته باشد و روزی دوشنبه داده نتواند، وای وعده خلاف نمیشد. اگر کسی که همین وعده خلاف گفت و منافق گوید، کتابهای گیرد، خواند، عالم دنیای چرخ زند، فهمش اگر کار نکند، 2 رکعت نماز خواند، 10 رکعت خواند، 100 رکعت خواند، استغفار و توبه کند که پروردگار من بفهم کردی، برای چی من نمیفهمم نصوص قرآن و سنت، گفته دنیای دور زند پیش از آن که یک کس اول منافق گوید، بعد از آن حکم کند. خلاصه فقیر صابر، شخصی که فقیر هست، کم بغل است، به همین مصیبت دنیا که الله تعالی با نیکی و با بدی، سنت الله تعالی، آیین الله تعالی امتحان مردم است. الله تعالی میگه که ما شما را با نیکی و با بدی امتحان میکنیم، یعنی عمومی نیکی، عمومی بدی. کم بغلی هم از جانب الله تعالی بلا هست، پولداری هم از جانب الله تعالی بلا هست. بنابراین اختلاف علما هست که شخصی که کم بغل هست و در دنیا صبر میکنه، طبق شریعت عمل میکنه، در پیشگاه پروردگار، این بهتر است یا با یکی شاکر است؟ بعضی علما گفتن که کم بغل بهتر است، برای اینکه مشقت او زیاد است، او بیچاره در همه چیز تنقیصی دارد، برای بای همه چیز مهیا هست. و خیلی که در حدیث هم آمده است شخصی کم بغل 500 سال پیشتر از بای وارد بهشت می شود. و اکثر علما گفتن که شاکر اگر غنی، اگر شاکر باشد او بهتر است. گفتن برای آنکه بعدی ثروتمند شدن، شاکر شدن بی نهایت مشکل است، که انسان با وجود اینکه مبلغ دارد، از مردم به حاجت است، با وجود آنکه الله سبحانه و تعالی برای او تمام مال و ملک داده است، لیکن گناه نکردن با آن پول و مال و شکر این نعمت را اجرا کردن وزنین است. بنابراین گفتن که بای شکر کننده بهتر است. چه خیلی که در حدیث آمد چه خیلی هم مال پاک و شخص صالح چیزی خوب است. و در حدیث مسلم آمده است که ابو صالح از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند
که فقرای مهاجرین، کمبغل‌های مهاجرها و نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند و گفتند که ذهب اهل الدثور بالاجور، یا رسول الله برادرهای ثروتمند ما را در اجر و ثواب پیش گذاشتند، بسیار مرتبه آنها عالی شد و ما قفا ماندیم از آنها. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که و ما ذاک، این چی است؟ چی شد؟ گفتند که یصلون کما نصلی و یصومون کما نصوم، اونها رنگ ما نماز میخوانند، برابر ما روزه میدارند و یتصدقون بفضول اموالهم، و مالهای اضافگیشان خیر و سخاوت میکنند. و یتصدقون بفضول اموالهم ولا نتصدق، اونا از مالهای اضافگیشان صدقه میکنن، ما صدقه نمیکنیم. یعتقون ولا نعتق، اونها عتق میکنن، غلام آزاد میکنن، ما غلام آزاد کرده نمیتونیم. اونها حج میرن، اونها یعنی که زکات میدهن، صدقه میکنن، اونها بسیار کارهای اجرا میکنن که ما نمیتونیم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که افلا اعلمکم شیئا تدركون به من سبقكم و تسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. من برای شما یک عمل را راهنمایی نکنم که اگر شما آن را اجرا کنید درک میکنید آنهایی که از شما گذشتن. کسی که عملهای صالح زیاد کرد، ثوابی بسیار حاصل کرد، شما آنها را درک میکنید، یعنی آنها را دریافت میکنید، در مرتبه ثواب با آنها برابر میشید و کسی به شما برابر شده نمیتواند مگر آن عملی که شما اجرا میکنید آن را اجرا کنند. صحابه ها گفتند که بله یا رسول الله، بله برای ما تعلیم دهید، برای ما تعلیم دهید ما کدام عمل ها را اجرا کنیم که بای ها را گذاریم. گفتند که تسبحون و تکبرون و تحمدون دبر کل صلات 33 مره، بعد هر یک نماز فرض 33 مراتب سبحان الله، 33 مراتب الحمدلله، 33 مراتب الله اکبر میگویید. گفتند و در دیگر روایت ها آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر عمل ها را هم ذکر کردند. گفتند که هر یک قدمی که به نماز گذاشته می روید و از مسجد به خانه برمیگردید، به هر یک قدم اجر میگیرید. گفتند به هر یک سبحان الله اجر میگیرید. و الکلمه الطیبه صدقه، سخن نیک هم صدقه هست. گفتند یک چند عمل ها را پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر روایت ها ذکر کردند که آنها هم صدقه است. حتی گفتند که و فی بضع احدکم صدقه، و در علاقه که شما با همسرش صدقه است. قالوا یا رسول الله ایأتی احدنا شهوته و یکون له فیها اجر، یا رسول الله یکی ما شهوت و خواهش نفس خود را اجرا میکند، لذت نفس خود هست و آنم صدقه حساب می شود، اونم ثواب است یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر علیه السلام به سؤال آنها با سؤال قیاسی جواب دادند. گفتند که ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیه وزر، به من خبر دهید اگر انا همین عمل را با کاری گناه میکرد در غیر همسرش، یعنی انا همین عمل را با زنی بیگانه میکرد، اکان علیه وزر، آیا به این گناه میگرفت؟ گفتند که بله یا رسول الله گناه میگرفت. گفتند که فکذلک اذا وضعها فی الحلال کان له اجر، این چنین انا همین عمل را اگر با حلال اجرا کند، یعنی با همسر خود اجرا کند، اجر میگیرد. گفتند یعنی یک چند عملهای صالح را همچون مثال ذکر کردند که همین عملها را اجرا کنید گویا صدقه کردید. والکلمه الطیبه صدقه، سخن نیک هم صدقه هست و از مردم اذیت خود را نگاه دارید و هم صدقه هست. گفتند بعد چند روز ابو صالح راوی حدیث میگوید که فرجع فقراء المهاجرین، فقرای مهاجرین، کمبغل های مهاجرین به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم برگشتند. گفتند که یا رسول الله سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله، یا رسول الله برادرای ثروتمند او تعلیماتی که شما به ما دادید
اون تعلیمات را فهمیدند، این حدیث ها را شنیدند و آنها هم به آن عمل کردند. یعنی بای ها هم مثل ما ذکر کرده ایستادند. هر عملی که خلاصه به ما گفتید بای ها هم اجرا کرده ایستادند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل الله است، این داد الله است به کسی که خواهد. یؤتیه من یشاء، به کسی خواهد میده. یعنی که این داد اضافگی از جانب الله تعالی، زیادتی از جانب الله تعالی است. یعنی الله تعالی آنها را از فضل خودش به آنها داد است، دیگر هیچ کسی هیچی گفته نمیتوند. یعنی الله تعالی به شما ظلم نکرده است، لیکن به آنها از فضلش داده است. واسأل الله من فضله، الله تعالی میگوید که از فضل الله تعالی بپرسید، از ملک الله تعالی، از رحمت الله تعالی بپرسید. این حدیث دلالت میکند که بایهایی که شاکر هستند، شکر میکنند و طبق تقاضای شریعت عمل میکنند، آنها بهتر هستند از کمبغل ها، از کمبغل های صبر کننده ها. برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل الله هست گفتند که الله تعالی به آنها داده است، هم آدمی صالح هم آدمی پولدار کرده است. بنابراین همین حدیث دلالت میکند که بایی که شاکر است و شاکر هم تو آسان یک دهن الله شکر الله گوید حساب نه، یعنی همون پولها رو به گفتی جای الله تعالی خیر کند و پولداریش او را به طغیان نبرد، این آدم بایی شاکر است. اینها بهتر است گفتن از آنهایی که کمبغل هستند و صبر میکنند. برای چی این مسئله را گفتیم؟ برای آنکه مصنف، مذهب مصنف از جمله شخصیت هایی که کمبغلی صبر کننده بهتر از بایی شکر کننده میگویم. برای همین و این هدیمت فزیدها انت هدم، اگر دنیا خراب شود تو به خرابی او باز زیادتر کن. گفتن دنیا کشایش نشود، گفتن که دری دنیا را محکم کن و امر دینت را مستحکم کن. بله الله سبحانه و تعالی ولا تنس نصیبک من الدنیا گفته است، یعنی نصیبت را از دنیا هم فراموش نکن. این نه که انسان لیکن اگر انسان عمل کند طبق گفتی شریعت عمل کند، او آدمی متواکل نیست. مثلا یک انسان تهجد میخواند، نماز بامداد، 5 وقت نمازهاش در جماعت، قرآن حفظ میکند، علم میگیرد، کوشش و غیرت دینی دارد، اگر کسب دنیا نکند هم الله تعالی رزق میده. این متواکل نه. متواکل، توکل چیست؟ توکل آن آدمی که توکل به الله میگوید و سبب نمیگیرد. این آدم سبب گرفته است. الله تعالی گفت که من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. کدام آدمی که عملی صالح کند، خواه مرد است خواه زن است، به شرطی که مؤمن باشد، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما برای او را به حیات پاک برای او نصیب میکنیم. یعنی حیات او را حیات خوشبختانه میکنیم. و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، یگان چارپای نیست در روی زمین مگر رزق او چارپا بر ذمه الله تعالی است. و کدام بنده که از الله تعالی رزقی وسیع پرسد، این هم سبب گرفته است الکی، بعد توکل کرده است. یعنی سبب دو خیل میشه برادر عزیز، سبب های کونی، سبب های شرعی. سبب کونی چی؟ سبب کونی میبراید کار میکنید، میبراید تجارت میکنید، میبراید کار میجوید. هیچ نه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که یکی شما اگر یک بند و یک ریسمان را گیرد و به کوه براید، سپس رفته از همون کوهسار و صحراها هیزم جمع کرده آید، ثانی آورده به بازار فروشد، ثانی به پول همین یک برودی نام خریده به خانهش آید، این بهتر از آن آدمی که برآمده گدایی کرده است، خواه مردم دهن خواه ندهن. گدایی حرام است. یعنی این سبب های کونی هست. وقتی که میبرید کار میکنید، میبرید تجارت میکنید، یا اونجا میدارید کار رو میدارید، این
سبب کونیه، شما سبب گرفتید. بغیر از این با توکل به الله تعالی کنید. تجارت دارید، سبب بگیرید، سبب‌های مفلس نشدن، سبب‌های پیشروی تجارت، کدام کارها رو باید در همین ساحه اجرا کرد، کدام کارها به همین تجارت خطر دارد، ریسک دارد، اونها برطرف کنید، توکل به الله کنید. بعد یعنی در جلب فایده و دفع ضرر، هر یک تجارت ریسک دارد. در جلب فایده، در آوردن فایده و دفع ضرر تکیه به الله تعالی کنید. این توکل است. سبب گرفته. سبب های شرعی هست، مانند دعا، مانند استغفار، مانند طلب علم. طلب علم سبب شرعی هست. الله تعالی به کفالتش گرفته از آن آدمی که طلب علم میکنه اینکه رزقی کفایتی دهد. خب بنابراین کسی که اگر عمل صالح هم کند سبب گرفته است، لیکن سبب نگیرد هم الله تعالی رزق میدهد. رزق، مسئله رزق، الله تعالی رزق و کافر و مسلمان، رزق حیوان ها، رزق همه چیز بر عهده گرفته است. لیکن این خوب نیست، این بدعت است که انسان در خانه نشیند و گوید که رزق ما الله میدهد، نه عمل دینی دارد نه عمل دنیوی دارد. این بدعت است، این در دین ما نیست. پیغمبرها همشون یک کسب داشتن، غیر از این که کسب داشتن با علاوه بر این گوسفند میچرانیدن، یعنی سبب دنیوی را هم میگرفتن. فقط به سبب رکن اجازت نیست، یعنی که به سبب تکیه کردن اجازت نیست. بسیار آدم ها 99% فقط به سبب تکیه میکنن، 1% به الله تعالی. این خیلی نیست. باید جانب توکل با قوت از جانب گرفتنی سبب باشد، یعنی تکیه به الله تعالی بسیارتر باشد به جای گرفتنی سبب. کمتر سبب گرفته توکل به الله تعالی کنید. بعد مصنف در بیت 52 گفتن که ولا تحزن علی ما فات منها اذا ما انت فی اخراک فزت. او بچم ابوبکر یا شاگردشان یا فرزندشان، لا تحزن علی ما فات منها، اگر از دنیا چیزی تو را فوت شود، یعنی بعضی چیزهایی که باید به تو رسد بود نرسید، یا اینکه پول و مالت گم کردی، یا خسارت در تجارت دیدی، در این حالت ها لا تحزن، غمگین مشو. اذا ما انت فی اخراک فزت، مادامی که در مسئله های اخروی تو اگر فائز باشی، یعنی ظفر یافته باشی، یعنی مصیبت ها در مسئله دینی نباشد، نمازها در وقتش، گناهی کبیره نکردی، همیشه در دایره دین زندگی کرده ایستاده باشی و در مسئله دنیایت اگر مصیبت ها آمده باشد، مالهات هلاک شده باشد، پولهات گم شده باشد، مالت را مردم دزدیده باشند، سوخته باشد، هر مصیبت آمده باشد به مالت، لا تحزن، غمگین نشو به امور دنیا، مادامی که به آخرتت یعنی که آسیب نرسیده باشد. به امور دنیا واقعا غمگین شدن اصلا ممکن نیست. الله تعالی لا تحزن ان الله معنا، غمگین مشو. پیامبر صلی الله علیه و سلم این سخن گفتن الله تعالی در سوره توبه نقل کرد، لا تحزن، غمگین مشو. اصلا الله تعالی ما را از غمگین شدن نهی کرد. از غمگین چیست؟ غمگین شدن به کارهای گذشته را به خاطر آورده غم و غصه خوردن، ضیق شدن، غمگین شدن. اما هم به آینده یک نمودی غم هست که به آینده فلان سال این نرخ قیمت شده ایستاده است، چه خیلی زندگی میکرده باشیم، گفته به آینده غم و غصه آینده را خوردن. اما غمگینی به گذشته. مصنف میگن که به آن مصیبت و مشکلی هایی که به دنیا آمد، اون مفلس هایی که شدی، چند مراتب بانکرات شدی، برای آنها به خاطر آورده غمگین نشو. یعنی غمگین شوی تو به آن مالی که از دست دادی نمی ارزد. میگن ولا تحزن على ما فات منها اذا ما انت في اخراك فزت فليس بنافع ما نلت منها من الفاني اذا الباقي حرمت.
آن چیزایی که از دنیا نائل شدی این نافع نه، فایده‌ناک نه. من الفانی اذا الباقی حرمت. فانی دنیا هست، باقی آخرت هست، برای آنکه حیات آخرت حیات ابدی هست. حیات دنیا فانی هست، فنا شونده، نیست و نابود شونده. گفتن که فلیس بنافع ما نلت منها من الفانی. هر چیزی که از مال و ملک دنیای فانی نائل شده این فایده ناک نیست، مادامی که اذا الباقی حرمت، مادامی که از باقی محروم شده باشی. یعنی کار دنیا میکنم گفته از حیات آخرت، از ثواب باقی ماننده خود را محروم کرده باشی، در این حالت تو فایده نکردی. مثلا از حساب نماز کار کردی، از حساب ماه رمضان کار کردی، گفتی که ماه رمضان روزه داریم کم بغل میشیم، فرزندامو گرسنه میموند و از گرسنگی میمرد. گفته رمضان نداشتی و کار کردی، فایده به دست آوردی. اون فایده ای که از دنیای فانی به دست آوردی و تو فایده نمیدهد مادامی که تو از عملهای باقی خود را محروم کردی، از آخرت خود را محروم کردی، گناه گرفتی. بنابراین بعض علما شعبه و از شعبه آنهایی که در طبقهش بالا هست میگفتن که من طلب الحدیث افلسه. کسی که علم حدیث آموزد افلسه، مفلس میشد. مفلس یعنی چی؟ بانکرات میشد. کسی که علم حدیث آموزد بانکرات میشد. برای چه علم حدیث گفتن؟ علم تفسیر نگفتن، علم عقیده نگفتن، علم فقه نگفتن، برای اینکه علم حدیث بود. برادرها، اولین علم در این امت اسلام ظهور کرد علم حدیث است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتن، هر سخنی که اصلا قرآن هم به واسطه حدیث آمدگی است. بنابراین صحیح بخاری که شاید کتابی تفسیرش است، کتاب تاریخش هست، کتاب عقیدش هست، کتاب فقهش هست، همه علم ها، کتاب آداب، کتاب زهد، کتاب مصطلح الحدیث، کتاب اصول، تمام علم ها در داخل علم حدیث بود. مردم فقط علم جمع میکردن، حدیث جمع میکردن، سخنهای حتی علم تجوید هم علم حدیث بود. چخیل پیامبر صلی الله علیه و سلم سوره نصر را چگونه خواندن؟ گویان صحابه میگفتن که شنیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم را چنین میخواندن: اذا جاء نصر الله والفتح. اذا جاء تجوید نبود. حاله بعد این تجوید را از حدیث گرفته طبق آن آیات هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تلاوت کردن. وقتی که جاء گفتن که این دلالت می‌کند که اگر حرف الف آید و بعد الف همزه آید و هر دوش در یک کلمه بیاد این مد متصل میشه و ما باید این رو 4 الف نه کم از 4 الف باید کشیم. کسی از 4 الف کم میشه که گناهکار میشه. قاعده برآوردن برای آنکه تتبع و استقرا کردن. هر جایی که الف آید و بعدی و همزه آید پیامبر صلی الله علیه و سلم همونجا مد کشیدگی هستن. همه علم در داخل علم حدیث بود. بنابراین گفتن که من طلب الحدیث افلسه. کسی که علم حدیث گرفت وای بانکرات میشد. یعنی چی؟ برای چی بانکرات میشد؟ یعنی حقیقی اگر علم گران گوید او آدمی کم بغل میشه. برای چی؟ برای آنکه او باید این امام ها تاریخی محدث ها را خوانید، سحر میخیزن به یک ناحیه میرن پیاده یا اینکه به اسب یا به شتر، یا آدم 10 حدیث دارد همیشه میگرفتن، یا حدیث دارد میگرفتن. اگر 1000 حدیث دارد در نظرش 1 ماه 2 ماه ایستاده علمش همیشه میگرفتن، مینوشتن، بعد به دیگر کشور سفر میکنن. حدیث مانند امروز تمام حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم در پیش ما هست. امروز پیش این خیلی نبود. پیش مردم در زمانهای قدیم به حدیث سفرهای دور رو طی می‌کردند و باید از عملهای دنیا روی گردانم بود. چخیلی که مذهبی مصنف است. با علم کسی مشغول شود، با دنیا اگر مشغول شود حوش کم میشد، نصیبش کم میشد، به شرطی که همون ساعتهای همش به علم صرف کنند. و یعنی با نام این که من شب و روز برای علم خودم بخشیدم، گفتم یک اینترنت دارد اگر 2-3 ساعت وقتش به لغو اگر صرف کنه به کارهای بیفایده، او حساب
علم به کارهای بیفایده رو آورد. این نه آن آدمی که حقیقتا طلب علم کند. مگر برای چی کم خواب میکردن؟ برای آن که چخیل خواب میکردن محدث ها علما در یک جایهایی که کورپه ندارد بالین ندارد همین خیل یا تکیه کرده خواب میکردن. در مسجد ها تکیه کرده خواب میکردن که تکیه کرده خواب بیاد همون وقت خواب میبرد که آدم خواب غلبه کند. بعد خواب میکردن همون هم مثلا یک نیم ساعت 1 ساعت خواب میکردن و گویا که 5 ساعت خواب رفتگی برین قوت گرفته میخستن. اگر همین خیل خواب رفتگی باشید همین خواب حس میکنید. در جایهای ناراحت خواب کنید بسیار قوت میگیرید. این در این دیوانهای بلند اگر انسان خواب کند اگر دیگر 10 ساعت و 12 ساعت هم خواب کرده هم میگیرد. خلاصه مضمون گپی علما شعبه دیگرها این است که من طلب الحدیث افلسه، کسی که علم آموزد او بانکرات میشد. برای آنکه اگر حقیقی علم آموزد او دیگر وقتی دنیا برای مهنت کردن به دنیا وقت ندارد، بنابراین مفلس میشه. همه مال و ملک امام مالک مجبور شدن چوبهایی که در بالای خانه هست کو در بالای شیفت چوبهای غوث میشه انموهای فروختن. ابن جریر طبری کرتشون فروختن، تومه‌های شدن کرته فروختن، مجبور شدن. امام بخاری روزهای آمد که علف خوردن تا اینکه به معده یگان چی در آید، گیاه ها از کوچه ها. برای چی؟ برای آنکه وقتی که درآمد نشود فقط برآمد شود، یعنی تمام میشد. و بعضی علما رحمت الله علیه یعنی در تحقیر دنیا و در تحقیر آباد کردن دنیا میگفتن که من ذا الذی یبنی علی موج البحر دارا، کیست آن آدمی که بر بالای موج حولی میپوشد، بر بالای موج بحر. یعنی کدام آدم بر بالای آب خانه میسازد؟ اون در زمانهای قدیم گفتن، لیکن در زمانهای ما پیدا شدن شخصیت هایی که در بالای آب خانه کردن. حالی بعضی مهاجرهای اوکراین را نیدرلند در کشتی های 16 ایتاژه جای کرده است. کشتی های کلانی که 16 ایتاژ 20 ایتاژ آشیانه های بلند هست همونجا جای کرده و در داخلش آخر هر یکتش مانند مهمان خانه هست برای 2 نفر 3 نفر 4 نفر هر یک حجرش همونجا جای کرده است. مقصد این است که مردم ساختن، لیکن در علماهای پیش گذشته گفتن که کیست آدمی که در بالای موج بحر خانه می سازد. مقصد اگر در بالای موج بحر خانه سازد موج میگیرد میرد اونه، یعنی بنابر فهمیش مردم کهنه. مقصد دنیا همین خیلی دنیای فانی هست، چی جایی برای دنیا وقت صرف کردن است. میگفتن این عالم های زاهد، شخصیت هایی که از دنیا پر روی میگردانیدن و فقط با آخرت روی می آوردن. لیکن بعضی صوفی ها در زهد چنان از حد و حدود گذشتن که حتی نه فقط از دین از دنیا زهد که از دین هم زهد کردن، عملهای صالح هم ترک کردن. گفتن که عمل ما رو به جنت نمی درآورد. ما اصلا برای طلب جنت الله تعالی و پناه جستن از دوزخ الله تعالی باید نترسیم. یعنی من ترک گناه میکنم نه به امیدی نه به سبب خوفم از دوزخ. من عملهای صالح را اجرا میکنم نه به امیدی جنت، من همچون محبت به الله تعالی میکنم. میگفتن این مذهبی باطل است. این مذهبی باطل است. الله تعالی گفت که و تلک الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون. این جنتی که شما میراث گرفتید بما کنتم تعملون، به سببی آن عملهایی که کردید، به عوضی نه، به سببی. یعنی جنت قیمت است، عملهای شما به جنت ارزنده نیست، لیکن همین عملی که برای الله شده کردید به سبب همین عمل الله تعالی جنت را میدهد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه یگان نفری شما به جنت به عملهایش نمیدراید الا ان یتغمده الله برحمته، مگر الله تعالی او را با رحمتش فرا نگیرد. ولا انت یا رسول الله ولا انا. گفتم
نه شما عملهای شما چی یا رسول الله؟ عملهای منم به جنت نمی‌دارد مگر الله تعالی با رحمتش ما رو فرا گیرد. یعنی ما به سبب عملهامو به جنت می‌داریم، نه به عوضی. نه درست فهمیدن که بای سببیه میشد، بای عوض میشد. مثلا من این کتاب را به تو به 1 دینار فروختم، بدینارین به 1 دینار، یعنی به عوض 1 دینار 1 دینار را دادم و کتاب گرفتم. این بای عوض هست، بای سببیه نیست. بعد از آن مصنف رحمت الله علیه گفتن که ولا تضحک مع السفهاء یوما فانک سوف تبکی ان ضحکت. همراهی شخصان سفیه نخند. گفتن سفیه کی است؟ سفیه بیفهم، کم فهم، گرنگ، فهمش نیست، فهم کند، سست، در پیشش چند چیز میمونید 1 تاش میبیند، 10 تا چیز در پیشش میمونید فقط 1 تاش میبیند. بر مسئله های شرعی هم از 1 طرف نگاه میکند، فهم کم است. بنابراین الله تعالی ففهمناها سلیمان، ما به سلیمان فهم دادیم. گفت فهم این نعمتی بزرگ است. یعنی سفیه کی است؟ سفیه آن آدمی که فهمش کم است یا نیست. گفتن که ولا تصحب مع السفهاء، همراهی سفیه ها دوست نشو. چوه؟ دو سفیه کتی اگر دوستی کنید، 2 آدمی ابله کتی 3 تا ابله بشد. 2 آدمی اگر احمق کتی 3 آدم همراه شد 3 احمق میشد. بنابراین تأثیری آنها میگذارد، وقتتون رو ضایع میکنه به سخنهای بیفایدهش، به فهمهای نادرستش، وقتی شما رو میگیرد این خیل آدم ها. بنابراین ولا تصحب مع السفهاء یوما، 1 روزم همراه نشو با شخصانی سفیه، شخصانی که فهمشون کم است. فانک سوف تبکی لا تضحک، نخند. گفت برای چی؟ برای اینکه شخصانی سفیه فقط برای آنها خنده باشد و سخنهای لغو گویند و سخنهای لهو گویند و خندانند و یعنی با همراهی آنها 1 روز هم نخند. فانک سوف تبکی، روز می آید که به نزدیکی تو گریه میکنی. این ضحکت، اگر خندی امروز فردا روزی می آید که تو گریه میکنی. عموم شریعت ما را از خنده کردن زیاد و خنده کردن بی محل من کرده است و به گریه کردن امر کرده است. چخیلی که الله تعالی در سوره توبه میگوید فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، پس کمتر خنده کنند و بسیار گریه کنند. خنده کردن گناه نیست اگر به موارد باشد، برای آنکه و انه هو اضحک و ابکا. در سوره نجم میگوید که الله تعالی ذات است که خنداند و گریه کنند. یعنی الله تعالی ذات است که مردم را خنداند و گریه کنانید. یعنی یک سبب‌های را مهیا کرد که سبب خندیدن نشد، یا یک چیزهای داد که سبب گریه کردن مردم شد. اصلش همه چیز از جانب الله تعالی است. پیغمبرها خنده کردند. در سوره نمل الله تعالی میگوید که حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. در سوره نمل مورچه ها وقتی که سلیمان علیه السلام با لشکر خود که به سوی جنگ رهسپار بودند به نزد یک وادی نمل آمدند، وادی مورچه ها. قالت نملتون، یک مورچه گفت. نملتون صیغه مؤنثی مورچه، یک مورچه جنسش مادینه گفت. ببینید یک مورچه عادی، سردار مورچه های هم نه. یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، ای جماعت مورچه ها به خانه هایتان درآیید. لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، سلیمان و لشکرانش شما رو با زیر نکند و هم لا یشعرون، حس نکرده، یعنی شما رو ندیده. اونا قصدا نمیکشن، برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم از کشتن مورچه ها منع کردن.
یعنی قصداً نمیکشند و نادیده شما را با زیر نکنند. در همین آیت عجایب سخن‌های است. در تمام آیات‌ها سخن‌های عجایب و حکمت‌ها بی‌نهایت زیاد است. اولش این که یک مورچه عادی مردم را امری معروف دارد، یعنی به کار خیر آنها را دعوت کرده است که به خانه هاتون درآیید. برای چی؟ اگر شما ندرآیید سلیمان و لشکرانش شما را زیر میکند، میمورید. غمخواری از جانب یک مورچه به دیگر مورچه ها، چی جای انسانیت؟ داعی، شخصی که مردم را دعوت به سوی الله تعالی میکند، این هم مانند همین مورچه هست. ای مردم فلان عملها را اجرا کنید، فلان عملها را اجرا نکنید. برای چی؟ تا اینکه به دوزخ ندرآیید، تا اینکه دنیاتون هم خراب نشود، آخرتتون هم خراب نشود. آدمی که مردم را دعوت میکنه به کار خیر، و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. کیست زیبا سخنتر از آن آدمی که مردم را به سوی الله دعوت میکنه و خود عملهای صالح میکنه و من مسلمان میگه؟ خلاصه ببینید مورچه چی گفت. یا ایها النمل ادخلوا مساکنهم لا یحطمنکم سلیمان و جنودهم لا یشعرون. شما را با سلیمان و لشکرانش نشکند. گفت لا یحطمنکم، نشکند. در اینجا وقتی که زمانی که کرونا ویروس برآمد، استاد ما شیخ عبدالمحسن همین آیت دلیل کرده، گفتن که الله تعالی در قرآن کریم امر کرده است که در حالتهای احتمال آمدنی ضرر ما رو در خانه برای قرار گرفتن امر کرده است. گفته همین آیت ذکر کرده بودن که مورچه گفت که ادخلوا مساکنکم، به خانه هاتون درآیید، لا یحطمنکم سلیمان و جنودهم لا یشعرون، سلیمان و لشکرانش با شما رو نادیده زیر نکند. فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان تبسم کرد خنده کنان از قول مورچه. و قول مورچه، حضرت سلیمان سخن مورچه ها را نیز میفهمیدند. علمنا منطق الطیر، ما زبان پرنده ها را داده شده گفتند. و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، پروردگارا برای من توفیق ده که شکر نعمتی تو و شکر نعمتی که بر من و بر پدر و مادرم دادی آنو به جا آورده توانم و انا عمل صالحا ترضا، اون عملهای صالح کنم که تو را راضی کند. و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، مرا به رحمتت به جمله بندگان صالحت قرار گفتن. یعنی اینجا الله تعالی نقل کرد که حضرت سلیمان خندیدن و اگر کاری منکر میشد الله تعالی نهی میکرد، انکار میکرد. و این چونین پیغمبر صلی الله علیه وسلم در چندین حدیث ها خندیدن. حتی فضحک النبی صلی الله علیه و سلم حتی بدت نواجده، چنان پیامبر صلی الله علیه و سلم خنده کردند که دندانهای اشکشان نمایان شد. یعنی این حالتهای نادر است، لیکن اکثری خنده های پیامبر صلی الله علیه و سلم تبسم بود. تبسم در چهره میشد، بی آواز. و ممکن است انسان خندد لیکن به مورد و به عملهایی که موافق شریعت باشد. کافرها می خندیدن عرض بالای مسلمان ها. الله تعالی در سوره مطففین گفت که ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. در دنیا شخصان مجرم، گناهگار، کافر از بالای شخصانی که ایمان آوردن می خندیدن. اینا بیفهم، اینها مقصد شخصانی که عقل ندارند، به جای اینکه جوانی خود اسراف کردند، به جای اینکه مثلا دور خود را رانند، دین و دینداری گفته عمر خود را ضایع کردند، گفته از بالای مسلمان ها خندد. الله تعالی در دوامش میگه که فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، امروز یعنی روز قیامت در جنت آنهایی که ایمان آورده از بالای کافرها میخندند. روز قیامت مسلمان ها میخندند. لیکن بعضی علما نمیخندیدن. منهجی بعضی علما نخندیدن، علل خصوص در وقت فتوا، در وقت تعلیم شریعت، در وقت درس بعضی علما میخندیدن و بعضی علما
نمی خندیدن، مانند حسن بصری رحمت الله علیه مطلقا نمی خندیدن. محمد ابن سیرین می خندیدن و دلیل ها می آوردن برای اجازت بودن خندیدن به حسن بصری. حسن بصری یه روایت دارند، در ابن ابی حاتم روایت کرده است. حسن بصری میگه که لما نزلت هذه الآیه علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، وقتی که آیه فاستقم کما امرت نازل شد، سوره هود، و ما رؤی بعدها ضاحکا، بعد آمدن ان همین آیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیگه هیچ کس خنده کردگی حالتشون دیدگیش نمیگن. همین خنده هایی که در حدیث ها نقل شده است میگن که تا آمدن همین آیات فاستقیم کما امرت، مستقیم شو چه خیلی که الله تعالی تو رو امر کرده است، یعنی طبق شریعت عمل کن چگونه ای که الله تعالی همان خیل امر کرده است. خلاصه مسئله خندیدن و گریه کردن حدیث ها آمده است که ترغیب به گریه کردن و ترغیب به کم خنده کردن. در حدیث دیگر هم گفتن که اگر آن چیزی که من دیدم شما هم میدیدید کمتر خنده کرده، بسیارتر گریه میکردید، لذت ها را ترک کرده، به صحراها برآمده از الله تعالی التجا کرده دعا میکردید. و شما چرا دیدید یا رسول الله؟ گفتن که جنت و دوزخ را دیدم. خب خلاصه یعنی که اگر خندیدن در چارچوبه شریعت باشد اجازت است، ولی که خندیدن زیاد قلب را هلاک میکند، قلب میمرد. اون آدم هایی که وظیفه‌شان خنداندن مردم است با راست و با دروغ، اونا قلباشون به الله تعالی مهر میزند غالبا. این کسب خوب نیست. مردم خندانده از بالای همین پول کار کردن برای رازگی مردم، برای خنداندن مردم. گاه مرد زن میشد، گاه آوازش زن میکنه، گاه یک سخنهای دروغ میگه، یک عملهایی که به شأن و شرف مسلمان نمیزیبد، به هیبت مسلمان نمیزیبد، این کارها را اجرا میکند. گاه میشود دین را هم تحقیر کرده کافر میشود. اونها این مقصود خندیدن اون خنده ها نه. این خنده ها وعید آمده است. این خنده هایی که با دروغ برای رازگی مردم، برای خنداندن مردم، کسب آنها خنداندن است، این کاری نادرست است. بعد مصنف رحمت الله علیه گفتند که و من لک بالسرور و انت رهن و ما تدری اتفده ام غلیلت. و من لک بالسرور، بعد اینکه خنده کم کن، با شخصای سفیه خنده نکن. گفتن که اگر تو با آنها خنده کنی روز می شود که به این خنده هات گریه میکنی. گفتن بعد گفتن که و من لک بالسرور و انت رهن، برای چی تو خرسنده میکنی و حالا که تو رهن هستی. رهن شخصی که در گرو است. گرو یعنی زلاک، شخصی که در گرو است. تو شخصی هستی که در گرو هستی، یعنی تو گروگان گرفته شدگی هستی. برای چی تو خرسنده میکنی؟ در بعضی نسخه ها و کیف لک بالسرور و انت رهن آمدگی است. برای چی تو خرسنده میکنی حالا که تو گروگان هستی؟ و ما تدری اتفت ام غلیلت، تو نمیدانی که آیا فدیه داده تو سبک میشوی، آزاد میشوی، یا اینکه برگردنت زنجیر کشالکه را برده میشوی. معناش چی است؟ معناش این است که تو باید خرسندی نکن به امور دنیا. برای چی؟ برای اینکه تو گروگان گرفته شدگی شخص هستی. تو نمیدانی که آیا به جایت یک کسی دیگر به دوزخ می‌دارید و تو فدیه میشوی، یعنی تو خلاص میشوی، یا اینکه تو را زنجیر پیچ کرده به دوزخ کشاله کرده برده میشود. اشاره به یک حدیث که در صحیح مسلم آمده است از ابو موسی اشعری رضی الله عنه، میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اذا كان يوم القيامه دفع الله عز وجل الى كل مسلم يهوديا او نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. روز قیامت که شد، الله تعالی به هر یک مسلمان یک یهودی یا یک نصرانی میدهد، میگوید که این نجات دهنده تو از دوزخ است، یعنی به جای تو به این به دوزخ میدراید. این حدیث در صحیح مسلم است. یعنی اگر الله تعالی برای تو یک یهودی یا یک نصرانی تید و گوید که
این به جای تو به دوزخ می‌دراید. گفت تو فدیه داده شد، به جایت فدیه شد. یعنی این به جای تو به دوزخ در آمد، تو صاف شدی. اگر الله تعالی یک یهودی و یک نصرانی ندهد، تو خود زنجیر پیچ کرده. اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون. الله تعالی میگه که زنجیرها در گردنهاشون با آتش دوزخ کشاله کرده برده میشه. یعنی انسان مسیرش روز قیامت یا از آتش دوزخ نجات مییابد یا به دوزخ با زنجیرها کشاله کرده برده میشه. مصنف میگه که برای چی تو خرسندی میکنی حالا اونکه تو در گروگان هستی، نمیدانی که آیا تو فدیه داده میشوی یا اینکه با زنجیرها کشاله کرده به دوزخ برده میشی. همین حدیث که شنیدگی از بین همین نفرهایی که حالا در درس اشتراک دارید، همین حدیث صحیح مسلم که شنیدگی بود تا همین روز که به جای شما یک یهودی یا یک نصرانی به دوزخ میدراید. یکم بار شما شنید دوستین استاد؟ این از نام خود شما هست. دیگرها مقصد همون آدمی گپ زند که شنیدگی باشد یا خواندگی باشد پیشتر. مقصد معلومات داشته باشد درباره همین حدیث. نیست یگان کس. حدیث در صحیح مسلم است. اگر گیرید ظاهرش به قرآن ضد میبراید. الله تعالی میگوید که هر یک انسان روز قیامت به گناه خودش جزا داده میشد. هیچ کس الله تعالی به گناه دیگر کس جزا نمیدهد. در شریعت اسلام این نیست که یک آدم گناه کند و برده پدرش محکم کنی، فرزندش گناه کند پدرش محکم کنی، فرزندش گناه کند مادرش بی گناه بری محکم کنی. نیست در شریعت این چیز. در دنیا هم در آخرت هم در احکام شریعت. بنابراین بعضی عالما گفتن که این حدیث به قرآن ضد می بیاید. گفتند لیکن جرأت نکردن حدیث ضعیف گفتن به. برای که حدیث در کجا هست؟ در صحیح مسلم است. حدیث صحیح است و در معناش بسیار عالم ها سخن کردن. خود سخن دو حافظه می بیاریم. عمر ابن عبدالعزیز خلیفه مسلمان ها می گفتن که هذا الحدیث ارجع حدیث للمسلمین. این حدیث از همه حدیثی که مسلمان ها به امید همین حدیث شوام میشد. یعنی الله تعالی برای هر یک آدم یک یهودی یا یک نصرانی روز قیامت میتید و معینه گیرو به جایت به دوزخ، این به جای تو به دوزخ، یعنی که به زندان به جای شما دیگر کس میشیند میگوید. بنابراین عمر ابن عبدالعزیز گفتن که این حدیث بسیار حدیثی هست که مسلمان ها میشود به امید همین حدیث شوند. و معنای حدیث میگن که ان الله تعالی یغفر ذنوب المسلمین بفضله. الله تعالی به فضلش گناه مسلمان ها رو میبخشد، یعنی به رحمتش. و یضع علی الیهود و النصارى مثلها بکفرهم. و انا همین گناهی که مسلمان ها کردند مثل همین گناه به ذمه یهود و نصارا به سبب کفرشان میدهد و آنها را به دوزخ میدرارند. لیکن از این دیده سخن حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فهماتر است. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه گفتن که و معنی هذا الحديث ما جاء في حديث ابي هريره رضی الله عنه. حدیث ابو هریره اصلش حدیث تفسیر میکنند. حدیث ابو هریره از دیگر حدیث ان لكل احد منزلا في الجنه و منزلا في النار. هر یک آدم اصلا هم در جنت منزل دارد و هم در دوزخ. فالمؤمن اذا دخل الجنه خلفه الكافر في النار. وقتی که مسلمان به جنت درآید همون جایی که از آن مؤمن بود کو در دوزخ، کافر اونجاها رو میگیرد. خب حافظ ابن حجر رحمت الله علیه در معنای این حدیث گفتن که یحتمل ان یکون الفدا مجازا. احتمال است که فدا مجاز باشد، یعنی در حقیقت لغویش نه مجازا باشد. اما يدل علیه حدیث ابو هریره رضی الله عنه. حدیث ابو هریره به همین دلالت میکند. این حدیث را همه شما شنیدگی هستید. فی صفت الجنه و النار، در صفت جنت و دوزخ، بلفظی با لفظی که لا يدخل الجنه احد الا اوری مقعده من النار. وقتی که یک انسان به جنت میدراید مقعدش در دوزخ نشان داده میشد.
لو اساء لیزداد شکرا. ای بنده امروز که تو وارد بهشت شدی، اگر رفت تو در دنیا گناهکاری میکردی، مؤمن نمیشدی، جای تو در دوزخ اینجا بود. گفته عیناً همین شخص را جایش را از دوزخ، برای هر یک آدم جایش در دوزخ و جایش در جنت نوشته شده است. جای فلانی گفته عیناً جای همین آدم نشان داده میشد برای خودش. از جنت ایستاده دوزخ میبیند. برای چی؟ لیزداد شکران، تا اینکه شکرش زیاد شود که الحمدلله که الله تعالی برای ما توفیق ایمان و بندگی داد و در دنیا عمل کردیم، امروز به بهشت در آمدیم. گفته شکر کنند. ولا يدخل النار احد، پیامبر صلی الله علیه و سلم که یگان کس به دوزخ نمی درآید الا اوری مقعده من الجنه لو احسن، اگر شخصی که به دوزخ در آمد برای او مقعدش از جنت نشان داده میشه. اگر تو در دنیا عملهای صالح میکردی، مکانی تو اینجا بود. گفته همون در جنت مکانی عیناً همین کافر را الله تعالی نشان میدهد. برای چی؟ لیکون علیه حسره، تا اینکه حسرتش زیاد شود، پشیمانیش زیاد شود که کاش که من اگر عملهای صالح میکردم جای من همونجا میشد. انا همونجا را الله تعالی برای مؤمن میدهد و این جایی که مؤمن باید میدرآمد که اینه به کافر میدهد. گفتم خلاصه این است معنای حدیثی که امام مسلم رحمت الله علیه در بالا ذکر کردن. امید میکنیم که فهمیدید. و عمومی خرسندی اجازت است، خرسندی های طبیعی و خرسندی که آدم اجر میگیرد برای خرسندی های دینی. الله تعالی گفت که قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. بگوی پیامبر صلی الله علیه و سلم که به فضل الله و رحمت الله تعالی خرسند شود. الله تعالی آنها را هدایت کرده است، توفیق بندگی داده است، علم داده است، توفیق داده است، برای همین خرسند شود. هو خیر مما یجمعون، آن نعمت های دینی که الله تعالی داده است بهتر از آن مال و ملکی که جمع میکنند. خلاصه خرسندی هم در دنیا اجازت است در داخل چارچوبه های فرموده های شریعت. بعد از آن مصنف گفتن که وسل من ربک التوفیق فیها و اخلص فی السؤال اذا سألت. ای فرزندم، ای شاگردم، واسأل من ربک، از پروردگارت بپرس توفیق را. توفیق موفقیت در طاعات، موفقیت در دور بودن از گناه، موفقیت در طلب علم، موفقیت در خدمت به این دین مقدس اسلام را از الله تعالی بپرس. واسأل من ربک التوفیق فیها و اخلص فی السؤال اذا سألت. اگر از الله تعالی توفیق پرس گفتن و وقتی که پرسیدی اخلاص کن. اخلاص در اینجا به معنای اینه که مقصد خالص برای الله تعالی شده دعا کن. نه، دعا را خالص کن، یعنی با قلب زنده، یعنی صدقاً از الله تعالی طلب کن. سخت دعا کن، یعنی التجا کن، زاری کن، از الله تعالی توفیق را بپرس. توفیق در طاعت و پرهیز از معصیت. اگر الله تعالی یاری ندهد، انسان نمیتونه کاری خیر را انجام دهد. 2 رکعت نماز برایتان از تلقان کردن کوه وزنی میگرد اگر الله تعالی نخواهد. و اینچون از گناه انسان خودداری کرده نمیتونه اگر الله تعالی یاری ندهد. لا حول ولا قوة الا بالله معناش همین است. وقتی که مؤذن حی علی الصلاة حی علی الفلاح میگوید، ما نمیگوییم حی علی الصلاة حی علی الفلاح. اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که فقولوا مثل ما یقول المؤذن. اصلا آداب اذان شنیدن اذان است که هر چیزی که مؤذن گفت شنونده باید همون چیز گوید، غیری حی علی الصلاة حی علی الفلاح. چون که وای حی علی الصلاة از مسجد ایستاده میگوید که بیا به نماز، بیا به نجات. شما از خانه ایستاده و بیا میگوید بیا به نجات، بیا به نماز. منطقاً هم توغری نمیگیرد. وقتی که وای بیا به نماز، بیا به نجات،
از آتش دوزخ که گفت شما میگید که لا حول ولا قوة الا بالله. من برای اجرای کار خیر، برای اجرای عبادت قوت ندارم و برای دور ایستادن از گناه قوت ندارم الا بالله، مگر با یاری الله تعالی. الله تعالی برای من توفیق و یاری میدهد که من عملی خیر را کرده میتوانم. الله تعالی برای من توفیق میدهد که من از گناه خودداری کرده میتوانم. لا حول ولا قوة لی الا بالله. من حول و قوت ندارم برای اجرای عمل های صالح و برای دور بودن از گناه مگر با یاری الله تعالی. و سلم ربک التوفیق فیها. از پروردگار توفیق بپرس و اخلص فی السؤال اذا سألته. وقتی که پرسید با اخلاص پرس، با قلب غافل دعا نکن الله تعالی را. همیشه از الله تعالی بپرس. و نادی اذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى. و نیدا کن در سجده، وقتی که سجده کردی، له اعترافا، به بزرگی الله تعالی، یگانگی الله تعالی را اعتراف کن، گناهایت را اعتراف کن. وقتی که سجده کردی از الله تعالی ندا کرده بپرس. بما ناداه ذنون ابن متى. به آن دعایی که ندا کرد صاحب نون پسر متی. کی است این آدم؟ یونس علیه السلام است. یونس علیه السلام لقبشان ذنون. ذنون یعنی صاحب کیت، شخصی که کیت او را فرو برده است. حضرت یونس علیه السلام به اجازت الله تعالی ترک مردم میکنن. الله تعالی به یک گروهی از مردم ایشان را پیغمبر کرده فرستانید. حضرت یونس آنها را دعوت میکرده، آنها اطاعت نمیکردن. بعد گفتن که 3 روز برای شما مهلت، اگر گفتن کسی دینی مرا قبول نکند برای او از جانب الله تعالی من وعده میدهم که عذاب میبیاد. گفتن مردم میدانستن که پیغمبر حق است، مردم میدانند که این دین مقدس اسلام دینی حق است. برای چی میترسن؟ برای چی سرکشی میکنن؟ برای اینکه مال و ملک آنها که دیندار نیستن میرود به دیندارها، بنابراین از دین میترسن، از دینداری میترسن. ولی در قرارت قلبش فرعون هم میدانست که الله تعالی حق است و یگانه است و موسی حق است. بعد مردم یونس، قوم یونس علیه السلام پنهانی توبه میکنن، از الله تعالی زاری التجا میکنن که برای آنها عذاب نآید. باید عذاب می آمد لیکن آنها توبه میکنن، از الله تعالی یاری میپرسن که عذاب نآید. و یونس وقتی که عذاب نمی آید، حکم آن آدمی که یک سخن میگد و سخنش اجرا نمیشد قتل بود در شریعت یونس علیه السلام. وعده دادن که عذاب میبیاد، نآمد، دیگر ترک کردن. مردم ترک کردن، به اجازت الله تعالی و به کشتی نشسته سفر کردن. وقتی که کشتی به مابین بحر رفت، کشتی به غرق شوی نزدیک شد. اونها یک آدم زیادتی گرفته بودن، گفتن که در بین ما یک بنده هست که از پروردگارش گریخته است. اصلش این کلمه فین عبد عبق من ربه، بنده هست در بین ما که از پروردگارش گریخته است، یعنی از صاحبش گریخته است. یک غلامی هست در بین ما که از خوجینش گریخته است. زمان غلامداری بود، لیکن لفظش بنده هست که از پروردگارش گریخته است، یعنی مراد یونس علیه السلام. بعد وقتی که قرعه پرتافتن، گفتن که باید یک نفری ما خود را به بحر پرتاید. برای چی؟ برای اینکه اگر یک نفر نپرتاید همه غرق میشد، آنهایی که در کشتی هستند. اگر یک نفر پرتاید یعنی کشتی قدرتی باقی مانده ها را برداشتن دارد. بعد قرعه پرتافتن. قرعه مقصد یک آدم نامش نوشته که بحر نوشته که مثلا که با کی همین قرعه بیاید به خودش را باید به بحر اختیارا پرتاد، که به یونس علیه السلام آمد. وقتی که به حضرت یونس آمد، مردم بایم حرمت کردن، گفتن که نه، قرعه را از نو میپرتیم تا اینکه یونس وفات نکند. دویم مراتب قرعه پرتافتن که باز به یونس علیه السلام آمد. باز گفتن که نه، قرعه را از نو میکنیم. دیگرها گفتن نه یونس. باز قرعه به یونس آمد. بعد خودشان اختیارا خود را به
بحر پرتافتند. بحر که وسیع هست دیگر امکانیت قدرت انسان برای شنا کرده به ساحل برآمدن نمیرسد. بحرون لا ساحل له، بحر وقتی که میانش درون ساحلش دیده نمیشد، دیگر قدرت انسان نمیرسه برای شنا کرده تا ساحل برآمدن. بعد حضرت یونس علیه السلام غرق میشوند. بعد یک کیتی کلان آمده حضرت یونس علیه السلام را به خود فرو میبرد و به قعر اقیانوس میرد که در همین حالت حضرت یونس بعد ندا میکنه. الله تعالی ما را در سوره انبیا خاطر رسان کرده میگوید که وذنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه. شما ای محمد علیه السلام، ای امتی محمد علیه السلام، یا مراتب صاحب کیت را به خاطر بیارید، یعنی حضرت یونس را. اذ ذهب مغاضبا، چون رفت غضب کنان، فظن ان لن نقدر علیه، گمان کرد که ما برای او تنگی را نمیدهیم، مصیبت را نمیدهیم، او را جزا نمیدهیم. فنادى فی الظلمات، وقتی که کیت او را فرو برد و به قعر اقیانوس رفت، در تاریکی شب، در تاریکی قعر اقیانوس، در تاریکی شکم ماهی دعا کردن، ندا کردن. ندا از دور میشد. فنادى فی الظلمات، در تاریکی ها دعا کرد. گفت تاریکی نه، سه تاریکی بود. الا اله الا انت، غیر تو دیگر معبودی بر حق نیست، دیگر خدای حقیقی نیست. خداهای باطل بسیار است. در هندوستان 3000 خدا هست، در عالم خداها بسیار است. خداهای باطل هستند. مردم اونها خدا گرفتن برای خودشان، لیکن اونها وظیفه خداگری را اجرا نمیکنن، نمیتونن، نمیشنون، نمیفهمن. لا اله الا انت، غیر تو ای الله دیگر معبودی بر حق نیست، دیگر الهی بر حق نیست. تمام دنیا اگر کیت یک انسان فرو برد، تمام MCS های دنیا، اروپا و امریکا و آسیا و قاره افریقا و استرالیا، تمام دولت یک جایه شوند، با تمام قوهشان پریده بیایند تا اینکه یک آدمی که کیت فرو برده است از همونجا نجات دهند. لا اله الا انت، غیر تو دیگر خدای حقیقی نیست. یگانه ذاتی که حضرت یونس را نجات داده میتواند این الله است. در همین جا قدرت الله معلوم میشد. در همین جا معلوم میشد که باقی مانده ها خداهای باطل هستند. این ملکی آنها، مالکیت آنها هیچ چیزی نیست در پیشگاه قدرت الله تعالی. لا اله الا انت، توحید، غیر تو دیگر معبودی بر حق نیست. سبحانک، تو پاک هستی، عیب نداری، نقصان نداری، کمبودی نداری، عاجز و ناتوان نیستی که ما این کارها رو نتونیم گوییم. ما از عهده این کار نبرایم، خاص همین مصیبت آمده است دیگه از دست ما چیزی نمیباید گوید. سبحانک، تو پاک هستی، یگان میده عیب، کمبودی، صفتی پس، صفتی نقص نداری. اینی کنت من الظالمین، من از جمله ظالمان گشتم وقتی که به اجازت تو براه برآمدم. اینی کنت من الظالمین، من از جمله شخصیت هایی که به نفس خیش ظلم کردم از جمله آنها گشتم. الله تعالی چی گفت؟ فاستجبنا له، ما دعای یونس را اجابت کردیم. و نجیناه من الغم، ما او را از غم، از این مصیبت نجات دادیم. امر کرد الله تعالی کیت را برآورده، حضرت یونس را قی کرد به بیرون و از یک درختی که من یقیطین میگویند، بعضی ها میگن که این تربوز است، خربوزه هست یا کدو هست، اینا همشون درختی یقیطین به میدراید. اینا یک جنس هستند. تربوز گفته نمیشد که باید کدو بود یا تربوز بود یا خربوزه بود، گفته نمیشه. در همه ها از همه ها یک داشت. الله تعالی میخواد درخت سبزانید. بعد حضرت یونس علیه السلام گشته موی هاشون برآمد. از وقتی که از کیت برآمدن به موی و به اون موی های بدنشان ریخته بود. خلاصه الله تعالی حضرت یونس را و نجیناه من الغم، دعایش را اجابت کردیم و او را نجات دادیم. و کذالک
ننجی المؤمنین. وعده داد الله تعالی، رحمتش وسیع است، فقط برای پیغمبرها نیست. و کذالک ننجی المؤمنین، همین گونه ما مؤمن ها را هم نجات میدهیم. گفت مصنف چی میگن؟ به شاگردها نصیحت کرده. و نادی اذا سجدت له اعترافا، وقتی که سجده کردی الله تعالی رو ندا کن، به بزرگیش اعتراف کن، به گناهت اعتراف کن، ندا کن را بما ناداه ذنون ابن متى، با آن دعایی که حضرت یونس الله تعالی را دعا کرده بود، با آن دعا کن. گفتن ولازم بابه قرعا عساه سیفتح بابه لك ان قرعت. مصنف نصیحت هایی که مصنف در اینجا کرده ایستادن برادر عزیز، بی نهایت نصیحت های پرمعنا، پرمحتوا، پرحکمت. نصیحت ها همش گرفته شده از قرآن و سنت است. ببینید ولازم بابه، دری الله تعالی را برای خود لازم گیر. قرعا بکوب، یعنی مثال های معنوی آورده ایستادن. دری الله تعالی را بکوب. عساه، شاید که عساهو سیفتح بابه، شاید که درش را برای تو شاید لکه این قرعت، اگر درش را بکوبی. درش را کوبیدن به معنای دعا کردن، درش را کشادن به معنای دادن طلبهای شما. شد درهای الله تعالی را تق تق کردن گرید. الله تعالی بسیار بیزار کردی مرا، رو نمیگوید، برعکس خرسند میشد. وقتی که بندش اگر الله تعالی را پرسیدن گیرد دعاش اجابت نشود، هم پرسیدن گیرد، الله تعالی از بندش راضی میشد، خرسند میشد و روزی میشود که میکشاید، روزی میشود که الله تعالی دعایش را با حکمتش اجابت میکند. اگر رفت و اجابت نشود هم ظاهرا وظیفه بنده دعا کردن گیرد. یک نواری داریم، سبب قبول نشدن دعا. برای چی دعا قبول نمیشد؟ یک آدم پرسید که برای چی دعا رو الله تعالی قبول نمیکند. در آنجا ما تقریبا 8 سبب ها رو ذکر کرده هستیم، بر اون برگردید. ولازم بابه قرعا عساه، درش را لازم گیر، کوب درش را، از الله تعالی بپرس. سیفتح بابه لك ان قرعت، روز میشود که الله تعالی به نزدیکی زود است که الله تعالی درش را برای تو میکشاید. وقتی که داری در او را کوفتی، یعنی وقتی که از الله تعالی پرسیدی، الله تعالی به نزدیکی دعای تو را قبول میکند. این اصل است برای موفق شدن در این دنیا. برای در این دنیا یک شخصی باشید که عاقبتتان جنت باشد و در این دنیا هم به دیگرها فایدهتان رسد، یکی از اصلها این دعا هست. و اکثر ذکره فی الارض، لازم بابه، درش را لازم گیر، یعنی بسیار دعا کن. دعا کردن را وظیفه مقرری خود قرار ده. وظیفه هر روزی تو در سجده، در نماز تهجد، بین اذان و قامت، پیش از سلام، هر باره که مصیبت آمد، مشکلی آمد یا یک امر به پیشت آمد، به نماز شتاب کن، دعا کن. و اول خصوص در ایام تینجی آرامی، از همه دعایی که تیزتر قبول می شود، دعایی که شما شکمتان سیر است، تنتان صحت هست، پولتان هست، به کسی محتاج نیستید، شرایطتان مهیا هست، در همین حالت دعا کنید. اون دعای خوب است و اون دعا به آن روزهایی که به سرتان مصیبت می آید فایده می دهد. ولازم بابه قرعا عساه سیفتح بابه لك ان قرعت و اکثر ذکره فی الارض دأبا لتذکر فی السماء اذا ذکرت. و ذکر الله تعالی در زمین دائما زیاد کن. زبانت همیشه با ذکر الله تعالی تر باشد. ذکر الله تعالی در زمین دائما، دأبا یعنی دائما بکن. لتذکر فی السماء اذا ذکرت، تا اینکه تو هم در آسمان ذکر کرده شوی وقتی که تو الله تعالی را در زمین ذکر میکنی. وعده الله تعالی از در سوره بقره الله تعالی میگوید که فذکرونی اذکرکم، شما مرا ذکر کنید من شما را ذکر میکنم. در حدیث قدسی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله تعالی گفت که من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی، کسی که اگر مرا در تنهایی ذکر کنه منم او را در تنهایی ذکر میکنم. و من ذکرنی فی ملئ، کسی که مرا در نزد مردم ذکر کند، درباره من
در پیش مردم مرا تعریف کند ذکر کند ذکرته فی ملئ خیر منهم من او را در نزد یک جماعت ذکر میکنم که از جماعتی او دیده بهتر است. در بعض روایت احمد ذکرته فی ملئ اکثر منهم و اطیب جماعتی که من او را در پیش آنها ذکر میکنم از جماعتی وی هم زیاد است هم پاک است، یعنی از گناه پاک است. فرشته ها لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون فرشته ها امر الله تعالی را اجرا میکنن و گناهکاری نمیکنن، اما آدم ها گناهکاری میکنن. جماعتی که الله تعالی نام شما را میگیرد در اون جماعت شخصی گناهکار نیست و عددی آنها هم از عددی جماعتی که شما اگر در نزد 1000 کس الله تعالی را ذکر کنید الله تعالی در نزد از این زیاد عدد شما را ذکر میکند. بنابراین گفتن که و اکثر ذکره فی الارض دأبا ذکر الله تعالی رو در زمین دائما بسیار کن تا اینکه تو در آسمان ذکر کرده شوی وقتی که در زمین ذکر میکنی. بعد از آن در بیت 60 که با همین بیت درس رو با آخر میرسانیم گفتن که ولا تقل الصبا فیه امتحال و فکر کم صغیر قد دفنت نگو بچم نگو که در وقت جوانی حالا امتحال مهلت هست، من حالا جوان هستم، من حالا کودک هستم، حالا در پیش 60 سال 70 سال عمر دارم، بعد منم مانند شیخ الاسلام و مانند بخاری و مانند امام مالک میشم. گفته فکر نکن ولا تقل نگو که الصبا فیه امتحال در ایام کودکی من حالا کودک هستم حالا این مهلتی زیاد دارم امروز کمتر بازی کنم فردا میخوانم نگو. در بعضی نسخه ها ولا تقل الصبا فیه مجال آمده است نگو که در ایام خردسالی حالی مجال هست حالی وقتی وسیعگی هست نگو و فکر کن کم صغیر قد دفنت چقدر کودکای نارسیده را دفن کردی، در جنازه چند قدر کودکای اشتراک کردی یا چند کودکی نارسیده را شنیدی که وفات کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم چند پسرهاشون 4 پسرشون 3 پسرشون در ایام کودکی از دنیا گذشت. قاسم، ابراهیم، عبدالله اینا همشون نارسیده از دنیا گذشتن. فکر کنه ای بچم کم صغیر قد دفنت چقدر کودک را دفن کرده. بنابراین گفتن حالا من کودک هستم حالا من جوان هستم حالا در پیش عمری زیاد دارم، گفته از طلب علم از خواندن درس تنبل نشو، فکر کن که چقدر کودک ها را دفن کردی یا اینکه دفن آنها را شاهد شدی یا از این با خبر بودی. در همین قدر کفایتی میکنیم. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.